گرایش سیاسی خواننده هنرمند 100% تاثیر نداره. توی خود این من و تو یه سازمان، یه شبکه 3 طبقه است، به شوخی میگم سازمان، یه شبکه 3 طبقه است که تو هر طبقهش چندین اتاق و هر اتاقش مطمئناً دوستان با عقاید مختلف سیاسی نشستن. نه اصلا برای در تبعید من با خودشونم، یا اگه در این باره نه ولی با مدیر برنامهشون صحبت کرده بودم. اون زمان علاقه نداشتن، یه سری طرح‌های دیگه بود، یه سری ایده‌های دیگه بود برای همکاری که اونها هم هنوز به نتیجه به اون صورت نرسیده، ولی در حال گفتگوی مدام. اصلا اینکه ایشون حالا هر مثلا من نمیدونم آقای منفرزادی، آقای ابی یا آقای شب‌پره چه جوری میاندیشن. البته خب آقای شب‌پره خیلی از نظام پادشاهی تعریف میکردن، ولی جدا از این مسائل اصلا. شما نکته خوبی گفتی، غیر از کسایی که شما باشون مصاحبه میکنین یا ازشون برنامه درست میکنین که مسلماً هرگز شما ازشون نمیپرسید راجع به گرایش سیاسیشون، اصلا به من ربطی نداره، خیلی رک، به من هیچ ربطی نداره. و همینجور چه نکته بهتری رو گفتی که شاید ما هیچ وقت نشستیم راجبش حرف بزنیم که توی همین ساختمون روی همون طبقه که شاید بیشتر میزای ما هست میشینیم، کسایی هستن که هر کدوم یک گرایش خاصی دارن. کسایی دارن که شاید ما تو ساختمون 1 ماه و نیم پیش، فکر می‌کنم حدود 1 ماه و نیم پیش رفتن تو انتخابات ریاست جمهوری داخل ایران رای دادن، یه عده مخالف بودن. یه چیزی که اصلا بعد مثل هر جای دیگه بحث و گفتگو بود تو اتاق‌ها، رد می‌شدی، تو رای نمیدی، تو چرا رای میدی، تو چرا رای نمیدی. اصلا یه چیز طبیعی بود و شاید به دور از اون چیزی که خیلی شاید تصور کنن بیرون از اینجا، چون بیرون هم اصلا فکر میکنن که نه تو یادم مثلا طبقه شما خیلی بحث بود، طبقه وبسایت. آره از این راه رو اون راه رو هزار چیز بود. نه یادم اصلا مسئله نیست. ما میگم من اصلا نمیدونم خیلی از بچه‌ها اینجا چگونه میاندیشن. اصلا میگم بعضی وقتا واقعا با آدم ربطی هم نظر من نداره. به نظر من اینکه دونستنش و پرسیدن یا روش بحث کردن باعث پیشرفت فکرهای تک تکمون میشه. شاید یه چیز دیگه، ولی قضاوت کردن خیلی کار اشتباهیه. پنجره مختلف وا میشه دیگه، همین سادگی.